دست بردارم دست بردارم. حسین بیا اینجا. چرا سرت روشیه؟ هیچی، دو سه تا مشتری مغازه کار دیگه، وقت نمیشناسه. وقت نمیشناسه؟ اصلا چرا باید مشتری شما شخصیتون داشته باشه؟ بس کن دیگه مانی، اصلا حوصله قرقراتو ندارم. رسیدی؟ فکر کردم فردا قراره بیای. آره، جلسه زودتر تموم شد، زودتر برگشتیم. خوبه. چی خوبه؟ میگه زود برگشتی. غذا چی میخوری؟ هیچی، تو هواپیما یه چیزایی خوردیم. باش. مانی کجاست؟ رفته تا کتابخونه و برگرده. جایی نمیره که. چقدر خستم با اینکه هیچ کاری نکردم. اختیار داری. همین جابجایی خودش کلی خستگی داره. طعنه میزنی؟ برای چی باید طعنه بزنم؟ مهرداد 10 سال بیشتر از این کار کوفتی نمونده. تو رو خدا درک کن. من حرفی نزدم. تو همیشه طعنه میزنی. اتفاقا این تویی که همیشه بدون سلام میای، بدون خداحافظی میری. ببخشید عالی جناب، خسته بودم یادم رفت سلام کنم. الان باید چی کار کنیم؟ آدما برای چیزایی که براشون ارزش داره وقت میذارن. میخوای بمونم تو خونه؟ حالا چی شده امروز هی داد و هوا را میندازی؟ من داد هوا را ننداختم. این تویی که شلوغش میکنی بعد به من میگی چی شده؟ تو هر وقت که دورم هستی ها، از پشت خط تلفنم همینی. من نمیدونم مریم، تو چرا وقتی دوست نداری میمونی؟ خب من که بهت گفتم هر چی تو بخوای. من حرفی ندارم. درباره چی حرف میزنی؟ درباره همین انتخابایی که میکنی. من یه بچه میخواستم که تو بهم دادی. تو به من چی دادی؟ میدونم این جایگاهی که الان هستم توش به خاطر صبوریای توی، اما ما هم یه قول و قراری گذاشتیم. خب یادت که نرفته. اما این زندگی نیست که من دلم میخواست. خب من که بهت گفتم میتونی بری هر جا که دوست داری. خواهرم زنگ زد. یه چیزایی میگفت راجع به مانی. خب من نمیتونم همینطوری وایسم اونا هرچی دلشون میخواد بگن.
مگه ما مانی به بهترین مدرسه ها نفرستادیم؟ مگه همه هوش و حواسمون بهش نبود؟ من از همون اولشم میدونستم، ولی تو هر وقتم که بودی و میدیدی هی خودتو میزدی به ندونستن. یادته؟ باشه آقای عقل کل، الان باید چی کار کرد؟ مثل اینکه دوباره یادت افتاد اون بچه‌مونه. آره؟ ولی دیگه بزرگ شده. آره بزرگ شده. ولی فکر کردی مردم چی میگن؟ فکر کردی چه حرف حدیثی راجبمون در میارن؟ فکر کردی با انگشتشون منو تو رو نشون میدن؟ فکر کردی بخواد بری ثبت احوال شناسنامه‌شو عوض کنی یعنی چی؟ حواست به کار من هست؟ حواست به 10 تا دونه امضایی که من باید بندازم زیر اون هست؟ بابا تلفن من تحت کنترل، زندگیم تحت کنترل، اینو بفهم. اینقدر من نکن. من نکردم، دارم راجع به خودم حرف میزنم. داستان این وقتی روز تو خونه چیکار میکنی؟ خب دیشب تا دیر وقت سفارش‌های مبسازی رو تموم کردیم. حالا امروز و فردا کلا میخوام استراحت کنم. استراحت کنی؟ آره. شما که کل زندگی در حال استراحت کردن بوده. توی همه این استراحت ها مانی کنارت بوده. نمیتونی ازش بپرسی این چه نمایشیه که راه انداخته؟ چه کوفتیه؟ دارم با تو حرف میزنم. ببینم مریم، هیچ وقت نشده با خودت فکر کنی یه جای کار اشتباهه؟ جون من بسه 2 دقیقه هم که شده سفسطه نکن. جواب منو بده. من سفسطه نمی کنم. اتفاقا این تویی که همیشه همه چیز برات سفسطه است. میدونی چرا؟ خب این شغل شماست. با خود من مشکل داری یا با شغل من؟ اینو بگو، میخوای ازم انتقام بگیری؟ یعنی انقدر خودتو در مقابل ما گناهکار میدونی؟ آره؟ تو دلت بچه میخواست. تو هم 9 ماه با خودت این بچه رو داشتی. آره داشتم چون عاشقت بودم، چون دوست داشتم، چون دلم میخواست یه زندگی خوب با هم داشته باشیم. اما تو خرابش کردی، نابودش کردی. ببین مریم جان، مانی درس خونده است، دنیا دیده است، سواد داره، حتما میدونه داره چی کار میکنه. نمیدونه، نمیفهمه، اون بچه است، نمیفهمه. چرا؟ جواب بقیه به کنار، جواب خودمو چی بدم؟ باور کن لازم نیست به خودت جواب بدی. تو چی؟ تو به خودت جواب پس نمیدی؟ که اگه یه ذره بیشتر مرد بودی بهتر بود؟ که اگه به عنوان پدرش کنارش بودی بهتر بود؟ که به تو نگاه کنه و یاد بگیره؟ دهنتو ببند. خب در زمین یه اتفاق غیر قابل حلم نیست. چرا غیر قابل حله؟ کاملا غیر قابل حله. این از نظر عرفم اشکال داره. تو رو خدا به خاطر لجبازی با من روح و روان اون بچه رو نابود نکن. ببینم دوست داشتی سرطان داشت، من اینو نگفتم. ولی اگه اینطوری بود باور کن راحت‌تر باش کنار میومدی. تو رو خدا دهنتو ببند. داشتم بهت میگفتم، اتفاقا دیروز بود بهش زنگ زدم داشتم کاری. بگی من بهت زنگ میزنم. باشه خیلی خداحافظ. سلام. کجا بودی؟ سلام کردم. پرسیدم کجا بودی؟ کجا میتونستم باشم؟ کجا میتونستی باشی؟ یعنی من باید حدس بزنم؟ چه میدونم، فکر کردم حتما میدونم. وقتی ازت سوال میکنن کجا بودی فقط کافیه که جواب بدی. بعدش؟ یعنی من نباید بدونم پسرم کجا میره و چی کار میکنه؟ مثل من که نمیدونم خیلی از روزا و شبایی که مادرم نیست کجا میره، داره چی کار میکنه. بله؟ داری منو بازخواست میکنی؟ از کی تا انقدر پررو شدی؟ آقا پسر، هر چی داری از منه، حداقل نصف اون چیزایی که داری. میشه بپرسم تو اتاق من چی کار میکردی؟
اینا چیه؟ آرایش میکنی؟ آرایش میکنی؟ آرایش میکنی؟ آرایش میکنی؟ جواب من بده. چی کار داری میکنی مانی؟ همش تو خونم. خوبه خودت داری میبینی. چرا سر کارت نمیری؟ الان واقعا این که کجا باشم اون برات مهمه؟ دوست داری کنترلم کنی؟ اون یه کار با موقعیت بالاست. مردم آرزو دارن یه شغل داشته باشن، چه برسه کاری مثل تو. چرا این ساکین وسط افتاده؟ از محل کارت بهم زنگ زدن. گفتم فعلا 1 ماه مرخصی به پسر من بدید، اصلا حالش خوب نیست. مامان نمیشه بری تو اتاق من همه چیزو به هم بریزی. بابا من دیگه بزرگ شدم. آدم بزرگ، آدمو معطل تو وای نمیستم ببینم میخوای چی کار کنی. اگه به هم میگفتی هر روز میری تو اتاق دنبال چی میگردی؟ مامان راستش من سر اون کار بر نمیگردم. چی؟ دوست ندارم، بر نمیگردم. مگه دست خودته؟ شوخی میکنی؟ اون یه کار با موقعیت بالاست. من برای اون کار کلی زحمت کشیدم. من اصولا به آدما رو نمیندازم. این آدمان که همیشه آویزون منن. باشه، پس میشه یه خواهشی ازت کنم؟ میشه لطف کنی بری درخواستتو پس بگیری؟ از کی تا الان انقدر بی‌قید شدی؟ به کی رفتی؟ به اون پدرت؟ مامان میفهمی چی داری میگی؟ راست میگی من نمیفهمم چی دارم میگم. رفتم تو اتاق پسرم میبینم داره از خودش یه دلقک میسازه. تو اصلا حقی نداری بری وسایل شخصی منو به هم بریزی. خالت بهم زنگ زد. یه چیزایی میگفت. انقدر مزخرف گفت که نیم ساعت از جلسه‌مون نفهمیدم چجوری گذروندم. مانی چی کار داری میکنی؟ میشه به من جواب بدی؟ هیچ وقت مامان توی زندگی بهم نزدیک نبودی. این سوالای تو برای تمام اون روزایی که از من فاصله میگرفتی سر توی کارت گرم بود. همیشه من مقصرم. همیشه تو و بابات منو مقصر میدونی. باشه من مقصر. الان میخوام برات جبران کنم. چی کار کنم تو بگو. الان؟ آره. الان دیگه چجوری میخوای جبران کنی؟ میتونی زنگ بزنی به خالتینا، برگردی بهشون بگی اشتباه کردی، سوء تفاهم بوده، شوخی کردی یا نمیدونم از این چرت و پرتا. خالت بهم زنگ زد. برگشته بهم میگه که گفتم ولش کن، خالت بی سواده، چیزی نمیفهمه، شعورش نمیرسه. زنگ زدم به بابات. اونم گفتم بابا اینم احساساتیه. تا اینکه یهو شوهر خالت زنگ زد. مامان میشه آدما رو همون جوری که هستن دوست داشت. اما تو اصلا تا حالا توی زندگی کسی رو دوست نداشتی؟ داشتی؟ مردی که بیشور دهن گشادش رو باز کرده، هر کی دهنش در اومده و نیومده به من گفته. مانی چی کار داری میکنی؟ من و بابات واسه تو زندگی چی کم گذاشتیم که نتیجه شده این؟ همیشه یه چیزی مامان مشخص بود. دیگه خودمو که نمیتونستم گول بزنم. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. به بابام همیشه میگفتم اینجوریه. آدمو بعضی موقع یه فکرایی میکنن که بعدش متوجه میشن اون فکرشون کاملا اشتباه بوده. میخوام یه چیزی بهت بگم. دیگه چی میخوای بگی؟ راستش من و بابا رفتیم پیش مشاور. تو بابا چی کار کردی؟ مشاور گفت فعلا زمان لازم. چند تا از این آزمایش‌های هورمونی هم بود ازم گرفتن. خدای من بابا تا حالا هیچ چیز از من پنهون نکرده بود. ببین چی کار داری میکنی مانی. ببین چی کار داری میکنی مانی. مامان همش حالم بد بود. نمیتونستم اونجا باشم. نگاهاش داشت اذیت میکرد منو. تو نبودی جای من. این بابا چجوری دل به دل تو داده؟ باورم نمیشه. وحشتناک، مسخره است. مامان یه لحظه به حرف من گوش کن. الان که فهمیدی چی شد، تو زودترش هم میدونستی، فقط نمیخواستی به روی خودت بیاری. تقصیر منه. آره تقصیر منه. همیشه تقصیر من بوده که تو رو با اون تنها گذاشتم. تقصیر اونه. همه چیز تقصیر اونه. مامان میفهمی چی داری میگی؟ اون هیچ وقت هیچ تقصیری نداره. الکی گردن اون بدبخت ننداز. بله بدبخت. اون تازه مواظب منم بود وقتی شما سر توی کارت گرم بود. مواظبت بوده.
خیلی مواظبت بوده، منم که هیچ کاره بودم. خیلی خوبه، دست شما درد نکنه. خدای من، اشتباه من چی بوده؟ چرا داری اینجوری میشه؟ من چی کار کنم؟ باید بری سفر مانی، باید بری سفر. برات یه مشاور خوبم میگیرم. میخوام برای زندگیم خودم تصمیم بگیرم. دارم میبینم چجوری برای خودت داری تصمیم میگیری. این زندگی خودت نیست که خودت برای خودت تصمیم بگیری. این زندگی توی جامعه است. نمیتونی تو جامعه نقش قربانی رو بازی کنی. چی؟ نقشه قربانی؟ مامان مگه دارم کار سیاسی میکنم؟ مگه دارم دست میبرم توی شکل زندگی آدما؟ بله. میخوام چیزی عوض بشه برای بقیه؟ بله، داری دست بری توی شکل زندگی آدما. جامعه بهت این اجازه رو نمیده. اینکه بخوای خودت یه آدم دیگه بشی، جامعه بهت این اجازه رو نمیده. اینجا محل کارت نیست مامان. با من عادی حرف بزن. جامعه میگم این برگهاتو مرتب بذاری بهتر نیست؟ آخه همش میخونمشون. منظورم اونه که دستته. اینم از اون کاراست که دوست داری یا میفهمم. مامان چی کار میکنه؟ میگم اینجا دوستم پیدا کردی؟ راستشو بگو، اون خواست بیای؟ ولی اینجا آدم‌ها فرق دارن، مگه نه؟ راستش نه، خودم خواستم بیام. دوست دارم برگردم بابا. کم پیش میاد آدم‌ها دوست داشته باشن برگردن به جای قبلیشون. باشه ولی پیش میاد. خب آره، ممکنه پیش بیاد. همه چی ممکنه نه؟ ممکنه تا آدما چه تصمیمی داشته باشن. ماما خونه بود وقتی اومدی؟ به نظر خودت بود؟ کسی سراغمو نمیگیره؟ آدما فراموشکارن مانی. باشه ولی خب داخل من بودم دیگه تنها نبوده. ببین من دوست دارم پیشرفت کنی همونطور که خودت میخوای. فعلا که سرگرم. بالاخره آدم باید یه جوری با خودش کنار بیاد دیگه. آره، وقتی که تو جمعه شلوغم. به نظر چی میشه بابا؟ هیچ، همونی میشه که تو میخوای. همونی میشه که من میخوام. آره ولی اونجوری نشد که من میخواستم. خب نه از اون لحاظ. ببین بعضی وقتا آدم باید یه جور دیگه بخواد. هیچکی سراغمو نگرفت. ولش کن، اصلا مهم نیست. آدم ها فقط به فکر خودشونن مانی. پس یعنی هیچی معنی درست حسابی نداره. خب چرا؟ مثلا همین گرسنگی واسه خودش یه معنی داره. اگه زیاد گرسنه بشی شروع میکنی به اراجیف گفتن. حالا اگه این گرسنگی از یه حدی خیلی بیشتر هم بشه ممکنه عصبی بشی. تو که هیچ وقت نذاشی من انتظار بکشم حتی برای غذا. در عوض یه وقتایی غذا شور میشد، یادته؟ دورمه بادمجونا رو میگم. هنوزم غذای پرنمک دوست دارم. وای اون شب تا صبح آب خوردم. یه هفته هم که به خاطر زردی بستری شدم بیمارستان، یادته؟ میگفتم نخور میگفتی نخور نسوخته کجایی سوخته. لعنتی. ممنون برای غذا. بیقرار شدی مانی. باید با مادرت حرف بزنم بعد مراسم برگردی خونه. بعضی وقتا نباید از راهی که رفتی برگردی. ببینم اگه راجع به تصمیمت دودل شدی یا اینکه شک داری یا هر چی به من بگو. اصلا فقط یه چیز خوب میدونم که دنیا با آدما، یعنی بعضی آدما
خوب تا نمیکنه. معلوم نیست چه بلایی داره سرت میاد. باید یکم راه برم. مانی لااقل یه لباس بهتر بپوش. این همون لباسی که محسن برام خرید. خیلی نو مونده ها. دیگه بهتر بپوشمش. میگم به این شلواره میاد؟ آره به نظرم بعدم نیست برای الان. ولی نه، به نظرم یه شلوار بهتر میشه با این پوشید. بذار ببینم چی دارم تو اتاق. این خوبه؟ شلوار. آره بابا همون خوبه، همونو بپوش. وای بابا هنوزم بوی دستاشو میده. بیا بو کن. چی بگم؟ میگم فرقی میکنه من اسمم چی باشه؟ بدش کن. مانی میخوام تنها برم بابا. خواهش میکنم. دیگه این قرصا رو نخور بابا. آره فکر کنم دیگه لازم نیست. من خودم همه کاراتو میکنم. بالاخره مادرت یه کاری هست تو این مملکت. به نظرت چی میشه بابا؟ خب بعضی وقتا بهتر میشه. بهتر؟ آره شاید بهتر بشه. آدم ها یادشون میره. مگه نه بابا؟